шунавандагони азиз, ҳоло хониши адабиро аз рӯи рамани теғи сухан аз китоби бонавои борони бародарон Шарифбек ва ҳокими азиз дар қироати ҳунарманд Абдумумин Шарифӣ шунавед. оғози гуфтори 10. پس چی باید کرد؟ جستجوی بار به زمین خودت، چون آن را یافتی در همانجا پنهانش کن. سپس یک جای رفته آن را میگیریم. اگر شیف هم باور نکرد ما یگان کسی را از نمایندگانش میبریم تا با چشم خود ببینند که صالح خودش بار را با کدام مقصد پنهان کرده است. رفته اگر نماینده همراه ما رفت، یک باره به سمت بار رفتن لازم نیست. 2-3 ساعت این طرف و آن طرف را کافتن در کار. ناگهان از پیش بار میبراییم. بعد جستجوی ها آن را میابیم. باوری هست که در آن صورت به ما باور میکنند. اگر نماینده دیگری از طرف شیف نرفت چی؟ در آن صورت خودمان رفته بار را میگیریم و من همش را به گوش شیف میرسانم. به هر حال همان وریانت یکمش به حقیقت نزدیکتر میشود. بهتر میشد که هر دویمان میرفتیم. مرا نقص فهم دوران رفت و شیف خود سرانه همراهی تو به اون موضع رفتنی مرا فهمد، مرا زنده نمیماند. به فکرم تو را هم میفهمم. همینش بهتر. اکنون به خطری من هم وظیفه خودت. من راضی. کی براه برایم؟ اختیارت. اگر کارهایت برار گرفت 2 روز پس مرا در همین جا انتظار شو. امروز نه، فردا براه میبرایم. پس فردا همون موضع را دیده میبرایم و شبانه برمیگردم. صبح دیگرش همین جا آمدن خودت را انتظار میشوم. بسیار خوب گویان. لیلی از جای برخیست. یک پیاله چای هم نگرفتید؟ دفعه دیگر. حالا دیلم خواتیر رفت و اگر شیف مرا پرسد کاری خوب نمی شود. دوران دختر را تا پیش در گسیل کرد. لیلی با احتیاط از در بیرون شده در زینه ها به پایان رفت. و اکنون باوری کلی داشت که صالح جلیل به دستاویز نآمده بوده است. ببین لعنتی را بار از خود کرده نیست. حالا چونانت کنم که لیلی از بینا بیرون شده به طرف شمال راه پیش گرفت. حمید جاوید قریبی های شام به گلاباد آمد. چون نوبدار از وضع ناحیه رسمی حسابات داد و از بازگشت گریزوف پرسان شد. لیسینانت میلیسه شبی گذشته از شهر برگشت. حالا در اتاق کاریش مشغول کار است. ساربان حامید چی؟ آن کس هم همینجا. بعد نیم ساعت هر دویشان به نزد من درآیند. گفته سردار شعبه کارهای داخلی به اتاق کاریش رفت. برابری پای در آستانه دفتر کار ماندن از روی عادت همیشگی او دست به تگمچه برقی برده آن را پخش کرد. دفتر کاریش یک باره روشن شد. حمید جاوید که از بردار زنهای راه نهایت افکار شده بود بالای کرسی ملایم نشست. او بسیار میخواست که هرچی تیزتر به خانه رود و آبازی نموده تغییر لباس کند، ولی از وضع این ملیسه خبر نگرفته به خانه هم رفته نمیتوانست. اکنون باز او را لازم بود که از نتیجه کاری گریزوف با خبر شود. امروز وقتی که او به واسطه تلفن با گریزوف صحبت نمود و برای بازگشتنش رخصت داد، ساعت پس از ریاست ولایتی برقیه آمد که همه شخصان اولی شعبه کارهای داخلی به مجلس فوری حاضر شوند. دیروز در همین وقت و ساعت حمید جاوید به راه برآمد. صبح امروز او در مجلس فوری ریاست که با اشتراک معاون وزیر برگزار گردید اشتراک نموده پس از انجام مجلس باز به راه برآمد. طی 24 ساعت او عموما در راه مجلس بود و به همه این ماندگی ها نگاه نکرده باید از نتیجه بازیافت های وکالتدار کافتکاو جنایتی خبر می شد. او عموما می خواست که آیا عقاب نوبال چطور به پرواز آماده شده است. از پرواز او سردار شعبه کارهای داخلی امیدی کلان داشت. از همین پرواز منبع همه پروازهای آینده او خواهد شد. از دل گذران حمید جاوید. بالای کرسی ملایم نیز او از بند فکر و اندیشه ها آزاد نشد. منان حسین تا توانست او را در نزد معاون وزیر نیش زند.
حمید جاوید به خلاصه آمد که سرداری ریاست به جز تمجع بودنش دل چون مکانی بخس و کینه و مثل انگشت سنگ سیاه داشته است. ببینید رفیق جنرال، در شعبه کارهای داخلی ناحیه گلاباد همگی یک جنایت را قدرتی کشادن ندارند. وقتی آن رسیده است که یگان نفری دیگر را به جای پدپلکانیک حمید جاوید تعیین نماییم. یک جنایت در منطقه خدمتی به قید گرفتند و آن هم نکشاده. یک جنایت فایز کشاده شوی جنایت‌های ناعیان مخصوصاً جنایت‌های وزین در ولایت محض از حساب شعبه کارهای داخلی ناحیه گلاباد پس شده است. این گپ‌ها را ماند رفیق پلکانیک، حالا جای بحثی ما و من نیست و چون سرداری ریاست شما نیز در این کار گناهکارید. آدمکشی این جنایت عادی نیست و آنهایی که به چنین کار دست میزنند تیاری پخته دارند. چرا شما خودتان به ناحیه گلاباد رفته کارهای جستجویی را به زیر نظارت نگرفتید؟ چند روز شد که جنایت صادر شده است؟ 7 روز. همین خیلی نه؟ گنرال خودش به سؤال خویش جواب داد و حالا کارهای جستجویی در کدام سطح هم ما نمیدانیم. به یاد آورد حمید جاوید بحثی سرداری ریاست ولایتی پلکانیک ملیسا منون حسین و معاون وزیر کارهای داخلی را که در اطراف نام او صبح امروز در مجلس سر زده بود. مس همین حالت او را وادار می ساخت که پیش از به خانه رفتن با کاپیتان ملیسا ساربانی حامد که او را همچون متخصص خوبی ساحه می شناسد و شاگرد او لیسینانت ملیسا گوریزوف که با دستور ساربانی حامد و مفتش پروکراتور سمدو به شهر رفته بود واخورد. او از جای برخیسته نزد تریزه رفت و تریزه را کشاد. از صحن حولی که نو آب زده شده بود بوی خاک به مشامش زد. وقتی که تمام روز زمین از شعاع آفتاب می تفسد برابر آب پاشیدن برایش بغض می کند. ببین زمین قادر است که بغض دل خویش برآورد ولی آدم هیچ از این حالت تجربه نگرفت که نگرفت و بغضی که را در دلش جای داده روزی آن را به سر نفری که برایش معقول نیست می ریزد. مثل آنه که این صبح منان حسین درد و علم دل خویش بر سر او ریخت چون کژدمی تگیبوریا به او نیش زد. ممکن مرحمت درآید گویان حمید جاوید از بند خیالات خود بیرون شده به طرف در نگریست. به دفتر کاری او ساربان حامد و وکالتدار کافتکاو جنایتی گوریزوف در آمدند. سردار از نزد تریزه به طرف آنها حرکت کرد، دست داده واخوری نبود و هر دو را به نشستن دعوت کرد. کرسی ملایم ماهدار که لحظه پیش خودش می نشست نصیبی ساربانی حامد گشت. خوش کارها چه خیل رفیق لیتینند؟ بد نه؟ خیر کنی شنویم. در دوامی در شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا حمید جاوید تا به انجام رسیدن گزارش گوریزوف مهر خاموشی به لب گرفته و حتی بار هم سخنانی زیر دستش را نبرید و این به ناطق امکانیت داد که تمامی فکر و عقیده خویش را از دیده و شنیده در دوام روز بار سیوم بیان سازد. حجت‌های آورده‌اش را سنجیده برآمدید؟ بله، پاسخ داد ساربانی حامد. حرکت‌های منبعده جستجویی را چخیل می‌کنیم؟ این سوال به کی دخل داشت ساربان نفهمید ولی رشته سخن را به دست خویش گرفته شاگرد را از ورطه بیرون آورد. هر آنچه که در دوام یک هفته به دست آوریم صحنه صادرشوی جنایت را عیان می‌سازد. از روی خبرهای گرفته که خاراکتری مخفی دارند صالح جلیل را نه یک بار و دو بار در منطقه خوشکاکدره دیدند. همچنین از روی پرونده جستجویی در شعبه کارهای داخلی ناحیه سینا آغاز نموده صالح جلیل در انتقال مواد مخدر دست داشته است و هرچند نفرانی را که در این کار او را عیبدار شمردند ما نپرسیدیم چون که آنها در کلان اصلاح مهنتی مهلت جزای خویش ادا می‌نمایند ولی می‌سزد که کار را در اطراف همین نظریه که در نقشه کارهای جستجویی چون نظریه اساسی قبول شده بود یعنی کشتار هنگام داد و گرفت مواد نشعه‌دار دوام دهیم. این چون از روی معلوماتی پیشنهاد کرده شاگرد او به طرف گوریزوف اشاره کرد. ما کشتار از روی رشک را نیز همچون نظریه علاوگی پیشنهاد کردیم. کشتار از روی رشک در دیگر موضع هم عملی کردن ممکن بود. چه خیلی هم نباشد در کشتار یا به طور راست خطا و یا مستقیما زن اشتراک دارد. شاید صباحت محمد را در نظر دارید. تا سنجش همه طرفی زندگی نامه او ما او را در کشتار به طور مستقیم گمان بریم. پس چرا او را نپرسیم؟ ما باید به طور اپراتیوی درباره وی معلومات به دست آوریم. از مکان زیستش و من و شاگرد در این باره از نام شما الکی مکتوبچه هم آماده نمودیم.
ساربان حامد با نگاهی از گوریزوف خواهش کرد که از جوزدان کاغذینی در دستش بودن آن مکتوب را که گریفی مخفی داشت بردارد. گوریزوف مکتوب را که از 2 نسخه عبارت بود برآورده به دست پسپالکونیک حمید جاوید داد. سردار مکتوب تیار نموده گوریزوف را به دست گرفت و در این مدت ساربان حامد سری صحنه کشتاری در موضع خشککدره به اندیشه رفت. زمان هنگام در دانشگاه تحصیل کردن ساربان حامد از قطرنها خانچه‌های کارتانی می ساخت و در این جاده قریب که اوستای کسب خویش بود. عموماً بسیاری ها به او پیروی کردن می خواستند، ولی کسی در ساختن بناهای بسیار آشیانه کارتانی به پایه او نرسید. سری موفقیت‌هایش در چی بود خود هم نمی‌دانست، ولی هنگامی به چون یک انشاءات بزرگ دست زدن او همیشه می‌کوشید که کارت‌ها را از ته کرسی درست گذارد و هنگامی نه چندان کلان هم باعث فروروی آن بنای عظیم می‌شد و لازم می‌آمد که همه کار را از نو سر نماید. در کارهای جستجویی هم باید چنین باشد و اگر نظر به مقابل فکت‌های اصلی باشد آن را هر چی تیزتر گرفتن لازم، وگرنه تفتیشات هم مثل آن خانچه‌های کارتانی سرازیر به پایان می‌آیند. حمید جاوید به مکتوب امضا نگذاشته آن را به گوشه چپی میز کاریش گذاشته گفت: بهتر میشد که ما خود از پی نظارت و پرسش صباحت محمد میشدیم. امروز در مجلس ریاست ما را محض از روی همین پرونده جنایتی متهم کرده نیشدند. سردار ریاست بر آن عقیده است که سبب‌های پس شدن فایز کشاده شوی جنایت‌های ناعیان در حدود ولایت ما گلابادی هاییم. رفیق کاپیتان، من بسیار میخواستم که شخصا به شهر رفته همین مسئله را بینید و اینچنین لازم می آید که یک مراتبه به کلان اصلاح مهنتی یا 9 دراب 6 می در آمدید و با سابق هم مسلکان صالح جلیل، فیض‌الله و خارکشف هم صحبت می شدید. در این باره از نام من به سردار کلان اصلاح مهنتی خودی حاضر مکتوب نویسید. حاضر کاتبات کار نمی کند، شاید فردا صبح. نه، خودی حاضر مکتوب را یک جای تهیه میکنیم. حمید جاوید غلدان میز کاریش را کشاده از بین حجت‌ها بلانک تیپوگرافی را یافته به گوریزوف سپارش داد که ماشینکه چاپی را از قبولگاه بیارند. لحظه پس از آن مکتوب تیار شد و سردار به آن امضا گذاشته به دست کاپیتان میلیسه ساربان حامد داد. سپس او تگمچه زنگ را پخش کرد و لحظه پس نوبدار پیش در سردار حاضر شد. از کارمندان BDA یگان نفر را به نزد من یافته فرستید. خوب شده است رفیق پسپالکونیک. با فکرم خودی حاضر برای برآمدنتون لازم می شود رفیق کاپیتان. سری صبح باشد از پی کار می شوید. تا شهر همگی 4-5 ساعت راه. مرا درست فهمید که ما گلابادی ها در کدام وضعیت قرار داریم. اکنون شما از پی کار شوید. چون کارمند BDA بیاید من شما را جغ می زنم. تیاری به رفتن را بینید. این دفعه ساربان حامد بحث هم نکرد، چون که طی 2 هفته خانه را هم نهایت یاد کرده بود. دلش به خانه به رسول گم میزد و تیار بود که از حساب شب که همه در خوابند تا به شهر برود. تخمینا بعد 20 دقیقه حمید جاوید او را جغ زد و در حضور خودش به کارمند BDA سرجنت میلیسه سفروف سپارش داد که علاج نموده ساربان حامد را به شهر گسیل نماید. ساعت پس او سوار افت-ماشین گاز 3102 برآمد. برابر پای به زینه ها ماندن و به پایان رفتن گردآفرید، صاحب خانه به حجره خوابش در آمده از پس پرده حریر تیریزه چشم به پایان دوخت. با آفتاب سوزان روزهای آخری ماه اوگوست نگاه نکرده بچگان در زیر درخت سیب پیر که کایها وقتی بریدنش هم گذشته بود دو تاز داشتند. دختر چون از درآمدگاه بیرون شد لحظه در جایش ایستاد. او در آن لحظه سری کدام اندیشه بود دوران نفهمید. به طرف بچه ها نیم نگاه هم نکرد. دوران به خلاصه آمد که لیلی نیز درد و داغی زیاد دارد. اون نفهمید که چندین سال از دختر چون این طرز زندگی را آموخته است و همه این احتیاطکاری ها به یک نرمه مقرری حیات او در آمده است. شاید موج اندیشه های دختر به طغیان آمدند و او را تیله دادند که یک و یک باره لیلی به حرکت در آمده همگی بعد 100-120 قدم به طرف شمال تاب خورده پس بینای 9 آشیانه از چشمی نظارتچی پنهان شد. دوران همان پس آن پرده حریر راست ایستاده از جست و خیز بچه ها ذوق می برد.
تا آغاز سال نوی تحصیل همگی 2 روز مانده بود و بچه ها روزهای آخری تعطیلی تابستانه را با همین جست و خیز که خاصی همه بچه های مکتبی است پسی سر کردنی بودند. اگر اون زمان از پی کارهای غیر شریعتی نمیشد، ممکن امروز صاحب فرزند و خانه آباد خش بود. نفسی بد او را از راه برآورد و اکنون سرسان و سرگردان کوچه های زندگی است. بلیلی چی بلا رسیده بود که او نیز با همین پیراه رفت؟ با خود می اندیش دوران. اصلا از من دید از زندگی بلیلی دشوارتر است. از گفتار امروزش برمی‌آید که مقام خش نزد شیف از دست داده است. یا همه این را همین خیل برای من گفت. اگر همه آن آب چشم و سوزی به دردش قلبکی باشند، اکتریس این مشهور است. نه، هیچ ممکن نیست که او دروغ گفته باشد. آخر سخن از قلب جهیده به قلب می نشیند و آنچه که لیلی گفت قلب من شکافت. پس او نیز از صمیم قلب دل خویش بر روی من گشاد. همان درخت سیب پیر را ببین و خلاصه برار. ندا آمد از قلبش. در حقیقت درختی که امروز پیش خانه می ایستاد و جز چوبی خشک دیگر چیزی نبود. شاخهای بیگل و برگ و قاق و شکسته درخت خود می گفتند که رند بین و حال پرس. اگر من و لیلی نیز در زندگی چاره ناندیشیم، چون همین درخت پیر به نام و نشان خواهیم ماند. ببین صالح جلیل با همه آن دارایی‌اش دنیای فانی را چطور پدرود گفت و به گمان است که کفنی نیز با خود برده باشد. مادامی که دنیا به صالح جلیل وفا نکرد، پس من و لیلی چی کنیم؟ به فکرم شیف سنجش همین مسئله را به ذمه کدام از نزدیکانش واگذاشته است. با یاد آورد سخنانی گردآفرید را و دلش ته کشید، مثل آنی که بار هنگامی سوار بودنش در طیاره اندو وقتی به پایان رفتنی طیاره دلش ته کشیده بود و خیال کرد که ششش از دهانش برآمد. ببین من با خود چی کردم؟ اگر آن بار وفا میکرد به صاحبش میکرد و صالح جلیل از باری آوردهش چی دید که من بینم؟ چطور من کوتاه نظرم؟ اشان دامولا در قرآن تپه میگفت که تا نخوری سنگ کی گردی سما، ولی من از سنگ خوردن هم عقل نگرفتم که نگرفتم. ای خدا، من در زیر برج کدام ستاره نحس به دنیا آمدم؟ نفسی همه نفس شد و نفسی من بلای جان. هر قدر از روی نفس شده شته خوردم، ولی باز همانم که همان. حتی در دلی گردآفرید ترس و هراس مسکن گرفته و چرا من در آن شبیتار اندیشه نکردم که پنهان کردنی بار این با دومیشر بازی کردن است؟ مگر شرط بود که به لیلی دروغ حسابات دهم و هم خود و هم او را به دام بلا کشم؟ آخر سر امان باشد، کلاه نایاب، و برای کدام یک باره که آب و لای کردن آن کاری آسان نیست، سری سبز خش برباد دادن این احمقی است. هر عملی را پاداش است. جو کشتی جو میگیری، گندم کشتی گندم. چهل پاداش. من صالح جلیل را با اختیار خود نپرانیدم. چه فرق دارد که کار را با خواهش خودت کردی یا با امر دیگران؟ از عوض کردن جای جمع شونده ها حاصل جمع تغییر نمی یابد. نتیجه اش یک، ریختنی خون آدمی. همش امر خداست. ببین صالح جلیل مرا از بین ازدحامی به شور آمده خلاص کرد، به خبر از تقدیر خویش که آفریدگار جان او با دستی من میگیرد. یعنی خود قاتل خویش را از دم مرگ آزاد کرد تا روزی خونش بریزد. این همه از تقدیر بوده است و با تدبیر آن را کس نتواند دیگر کند. دیشب او به واسطه آینه نیلگون فیلم بدیهی ادیپ را دید. اصلا سرگذشت ادیپ چون سرگذشت خود او و صالح جلیل بود. نه، سرگذشت ادیپ این تماما موضوع دیگر بود. او به یاد آورد که چطور ادیپ راه خود تغییر داد تا قاتل پدر نشود و باز، ولی چون امر خداوند بود راه او را به منزل برد که خونی پدر خویش بریخت و با مادر. مگر چون این حالت ها در دنیا کمند؟ شاید چون این حادثه ها لکی در لک باشند، ولی ما نمیدانیم و سرگذشت ادیبی بیچاره این خود قطره است در بحر. ببین شیف با دستی من
خونی نجات دهنده هم بریخت و باز از زیر ناخونم چیر کافتنی است. چرا؟ تا خونی من نیز بریزد. از این همه خونریزی ها به وجه چی فایده؟ حالا لیلی به کجا رفت؟ چرا من او را دنبالگیر نشدم؟ من زندگی را تنها آن وقت میفهمم که الکی دیر شده است. لیلی راست گفت که ما همه لختک دست شیف هستیم. و چرا آن لختکچه اینقدر تیز این کلبه را ترک کرد؟ یا باز او را خماری بازی گرفت؟ مادامی که شیف به او باوری نداشته است، پس شرط بود که خود را به دست خویش باقی کند. از آن که من و لیلی دختری بازی تقدیر گشته ایم، بجز خودی ما کسی گناهگار نیست. ناخواست شاخ از آن درخت پیر بشکست و آن پسر بچه‌ای که بالای شاخ بود سرازیر در روی آن شاخ خشک شده به زمین افتاد. بچه ها در یک میژه زدن او را از زمین برداشتند و از دستانش گرفته به طرف بینا بردند. محفل بچه ها همان زمان پراکنده شد. در صحن حولی بجز آن درخت پیر دیگر نشانی نماند. چون صحن حولی مثل تنور بینان ماند، دل دوران حزین گشت و همه اندیشه‌های خویش را که تا این لحظه در قلبش طغیان داشتند مثل کبوترهای رمیده در پرواز دید. کبوتران پر و بال زنان گاه پست و گاه بلند بال میزنند و اندیشه‌های او را پهن و پریشان و دست نارس می‌کردند. دوران نیز با دل از درد و غم سرشار از پسی پرده حریر قفار رفت. لیتنانت کلان خدمت داخلی مطلب ساربانی حامد چون بشنید، او را راست به نزد سردار کلان اصلاح مهنتی پلکانی که تا سر بود. ساربانی حامد مطلب خویش به طور رسمی بیان ساخت و مکتوب حمید جاوید را از جوزدان بیرون آورده بالای میز کاری گذاشت. سردار کلان اصلاح مهنتی به چشم عینک گذاشته آن را خواند و سر برداشته دید که هنوز مهمان به طور نظامی راست ایستاده است. او را به نشستن تکلیف کرد. خوش، در گلابات چی گپ های تازه؟ نهایت عینکش را از چشم گرفته به یک گوشه میز کاریش گذاشته پرسید سردار کلانیه. اما تینجی، اگر تینجی میشد شما را حمید جاوید به اینجا میفرستاد؟ ساربانی حامد مفصل عاید به تشریف خود سخن کرد، چون که در مکتوب که خود او در ماشینکه چاپی نوشته بود مقصد پره بیان نگردیده بود. همین خیل حمید جاوید از سردار کلانی 9-6 خواهش کرده بود که به کپیتانی میلیسه ساربانی حامد برای پرسیدن فیض‌الله قمر ویساویچ و خارکش و محبت ایبادویچ که در عین وقت مهلت جزای خیش را در کلان مذکور ادا می‌کردند بنابر ضروریت اپراتیوی رخصت دهد. سردار کلانیا در گوشه مکتوبی از شعبه کارهای داخلی ناحیه گلاباد آورده چیزی نوشت و به دست لیتنانت کلان داد. از نگاهش ساربانی حامد فهمید که سردار میسی خیش را به انجام رسیده حسابید. او از جای برخاست و رخصتی رفتن پرسید. لیتنانت کلان او را به نزد جانشین سردار عاید به کارهای اپراتیوی بود. سامیان عزتمند، یادرس می‌شویم که شما خوانش بدیعی را از روی رمانی تیغ سخن از کتاب بانوای بارانی برادران هم‌مؤلف شریف بیگ و حاکم عزیز در قرائت هنرمند عبدالمومن شریفی شنیدید. در تهیه گفتار سهم گذاشتند کارگردان مغفرت ناصرو و محرر لطفیه قربانова. انجام گفتار دهم، دوستداری وطن و دارایی‌های معنوی آن ادبیات و فرهنگ و هنر باشد.